أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من وتا ميارو باوت كنا الله يتقلين تجين شيطانا. يسألونك ماذا ينفقون. جست كنا ترى چی خرج بکنه، چی انفاق بکنه. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. بگوش هر چی که خرج کنه چه مالا ورا پمات و پتا. قل ما انفقتم من خیر. بگوش مراد ادا پیغمبر علیه السلام که الله جل جلاله فرماینی که جست کنن ترا به ذات این پیغمبر علیه السلام که چی خرج بکنه. یسألونک ماذا ينفقون. قل ما انفقتم من خیر. بگوش هر چی که خرج کنه چه مالا فللوالدین ورا پمات و پتا والاقربین و پنزیکینا والیتاما و پچوریان والمساکین و پناداران و تنگ دستان آیا که نیستنش محتاج و مستحقند و ابن السبیل و آیا که مسافرند راه منطقند کریه و خرجی و چیزی نیستنش کم مجرته فهمایان. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. و هرچی که شما بکنید نیکی نون بیشک الله آیا شر زاند. وما تفعلوا من خیر، خیر نیکی کشن. هر چی که شما بکنید نیکی نون بیشک الله آیا شر زاند. الله علیم و زاندکارند، با خبر و صحیح و سرپدند. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نوشته و فرض کنگ بیتک شما سرا جنگ کنگ. چه ایدا جنگا مراد جهاد در راه الله، نه که گوید برات جنگ بکنه. ایدا مراد جهاد جنگ در راه الله فی سبیل الله گونمندوکان و کافران. و هو کره لکم و شما را نوشت بید، شما را جهاد نوشت بید. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. و بیت کن یہ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. و بیت کند یک چیزی شما را نوش ببید و شما وشی همایت هایند. یا چیزی ها بلکه مردم نوش بید. جهاد در راه الله مردم نوش بید، تاوانی ها، نقصانی ها، مالی تاوانی ها، سری تاوانی ها. ولی الله فرمایش کند گرچه که یه چیزی شما را نوش بید و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. و شما خیر و شما وشی شما نپکت همایت هایند. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. و باز برای شما یک چیزی یا دوست دارید و هو شر لكم و آپ شما نقصان تاوان خراب شر بدی کشن خرابی کشن. باز این چیزی انسان ها بلکه هسته نعمت ما شما را الله داده گن اشانی تها خیر هسته، بله ما و شما آیان پوید بد زانه نوشتین چایان مروچی یکی جنینی سانگ کن بلکه جنین که مردینی سانگ کن بلکه رنچ جنین سانگ کنگا بلکه مردین کم که پشومان ببید که یه جنین بد رنگی، یه جنین بد اخلاقی ترندی، بلکه همه تها خیر هسته، همه جنین تها خیر هسته. بلکه همه جنین چه مردم ها یک اولادی نیکین و صالحین قرآنوان حافظ قرآنی الله دا یه چیزا مردم شر بزن. هر چیزی مردم الله مردم دا هر نعمتی بلکه یک انسانی هسته فقیری بیمالی کم دزرسی همی کم دزرسی سرها خیر هسته، همشی تها خیر هسته. بلکه اگر انسان مالداری بیتین، حسوداری بیتین،
بلکه همایی باز گناه کد، باز حق زیری کد، بلکه یه جای بربتی خدای نکرده مردمی کشتینی، قتلی کتینی، بربتی شرابی بوارتین، یه چیز ده خیر هسته. پس هر چیزی که انسان الله نصیب کن آیان تها خیر ها. والله یعلم و انتم لا تعلمون. و الله زانت شما نزاند. پس انسان اشیا بزاند که الله زانت، الله بهتر زاند. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله شرطر زاند، الله زانت و شما نزاند. بلکه مروچی یک انسانی هم مال باز لوتید و عسا ان تحبوا شیئا، و باز برای شما یک چیزی یا دوست دارید، مال دوست دارید، بل همین مالت ها بلکه به شما خرابی و نقصان هسته. شما اگر مال باز ببید تکبر کنید، رد بید راه گمراه بید، قتل کنید، شراب ورید، گناهکار بید، در عوض آخرت شما بزدگ و بدبخت بید. ولی ادا اگر یکی تنگ دسته، اگر یکی فقیره، مستحق و محتاجه، ولی همشی تها الله خیر اشته، بلکه آ فقیر آ تنگ دست، بلکه اینچو گناه نکن، شراب نوا، دیگر حق نوا، و قتل نکن، مردمی نکشی، اشی تها خیر هستیم. پدا در عوض قیامت الله گشتر نعمت دا مردم، اشان تها خیر هستیم. الله ما را و شما را خیر نصیب که انشاءالله دنیا و آخرتا. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. جست کنن ترا، مراد پیغمبر علیه السلام که تی امتی، تی این پیغمبر علیه السلام جست کنن. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. جست کنن ترا حرمتی ماهانی باروا، با حرمتی ماهانی باروا که رجب، ذوالقعدین، ذوالحجین، محرم، یه ماهای حرام گوشه گوند، با حرمتی ماه گوشه گوند که ایشان تها حتی جهاد کنگ مزنی گناهی، جنگ کنگ، مردم کشگ، بروچی ماشما گندگانی هنچی مردم ها هیچ نچارند. اگر رجب ماه تا قتلش کو ایشی جرم گشتره. هنچی هستیم محرم ماها، هنچی ها ذوالحجه ماها که حاجی احرام بندن پا تواف بیت الله ها ایشان اذا قتل کنند هر جا و هر کجا ماشما گندگانی ایشان جرم گشتره یه ماها. پس یه ماها ماهای حرام انسان و تا چه گناه گشتر دیر بدارید، گشتر پهریز بکند، الله عبادت گشتر بکن، الله طاعت گشتر بکن. قل قتال فيه كبير يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. جست کنه ترا با حرمتی ماهانی باروا آیان اتحاد جنگ کنگا. قتال فيه كبير بگش که جنگ کنگ اشان اتحاد مزنی گناهی، مزنی جرمی. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. بله چه الله راها دارگ و آیه نمنگ و دارگ چه مسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله. و در کنگ آیه مردمانی چه ودا چه اشی هم مسترین گناهی الله گرا. با حرمتی ماهای حرام رجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم. جاهلیت زمانه که هم مردم ایشانی احترام کتگ. در عصر جاهلیت ایشانی احترام مردم کتگ. بل مروچی ما شما گندگین، ما شما امت محمد صلی الله علیه وسلم یه ماهان احترام نکنه. باز جاها گندگین که قتل ما بیگین، گناه و زنا و شراب خوری ما بیگین، همین ماهان تها ماهای حرام تها یه کار ما بیگن، گناه ما بیگین. پیغمبر علیه السلام زمانه که لحظی مسلمانانی دستا رجب ماها یک کافر کشک بید و لحظی دستگیر بید.
مسلمان ها نزان تگد که رجب ماه شروع بیتگ کافر ها مسلمان شگان جتند که ایشان بچارد که یه ماهانی احترام ها هیچ نزانند گرا همشی سرایی آیت نازل بید که با حرمتی ماهانی تها کشگ و قتل کنگ وحشی چیزی نه. والفتنة اکبر من القتل، فتنه فساد مسترین گناهی چه کشگا چه قتلا هم بلکه بدترین. چه فتنه یا مراد کفر و شرکن که آیه گناه چه درست و مسترین که انسان گو الله شریدار ار بکن تو کفر و شرک بکن چه هر چیزا مسترین گناهی جرمی. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، او یلی نکنند جنگ کنگا گون شما دم برترینند شما را چه شما دینا اگر کت بکنند. و من یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، و هر کس که برترید چه شما چه بوتی دینا چه دین اسلاما نو بمیرید همی حالتا که کافری را فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، برا همیشن که برباد من آیان عمل ما دنیا و آخرتا. و اولئک اصحاب النار، و همیشن دوزهی هم فیها خالدون، همیشه دوزه تها پشت کپند. هر کسی که مرتد بید همایی که یک بری اسلام دین اسلام من نیتو قبول کند پدا دینا ویل کند. آیه کشگ لازمی هست هر که مرتد بید. هر کس حاکوتی دین بزن دین اسلام ویل کد گوڑا آیا بکشید. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایید، حدیث مفهومه، حدیث صحیح بخاری هسته. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم. بیشک آیان که یقینش کد و هم آیان که ویلش کد و تی ملک و جهادش کد الله راها هجرتش کو والذین هاجروا هجرتش کو و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله، همایان که ویلش کو تو هجرتش کو و تی ملکش ویل کو تو جهادش کو الله راها اولئک یرجون رحمت الله، همیشه فدلی امیدوار الله رحمتانی والله غفور رحیم، و الله مزنین بخشوک و مهربانی. یسألونک عن الخمر والمیسر، ترا جست کنند، مراد پیغمبر علیه السلام که واجه جست کنند. یسألونک عن الخمر والمیسر، ترا جست کنند شراب و جوای باروا قمار باروا. قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، بگشت که یه دوینانی تها مزنین گناه هست و لحتی ظاهری فایده پا مردم، ظاهری فایدهش بلکی هم نپکتش ها بله گناه هم مزنین جرمند. و اسمهما اکبر من نفعهما، و یه دوینانی گناه مسترن چه ایشانی نپکتان فایده یان، گناهش مسترن جرمش گشترن چه ایشانی فایده یان. و یسألونک ماذا ینفقون، و جست کنن ترا که چی خیرات بکنه. قول العفو، بگش که گیشینا بزن هما که چشمه خرجا گیشن آیا خرج بکنه تو و تی کرا مدارد، هرچی که شما خرجا گیشن. و یسألونک ماذا ینفقون، و جست کنه ترا که چی خیرات بکنه چی انفاق بکنه. قول العفو، بگش که گیشینا هما که چشمه خرج و ورد و وراکا گیشن
آیا مدارید، آیا خرج بکنید، مستحق و مستمند بدید. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. همین پیما گیشینید الله پر شما وتی حکما تا که شما لعلكم تتفکرون، تا که شما غور و فکر بکنید. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى. ما دنیا و آخرت باروا و جست کنن ترا چوریانی باروا. قل اصلاح لهم خیر، بگش که خیرواهی پا آیان بهترند. و ان تخالطوهم فاخوانكم، و اگر شما ودموتا هور ببید گرا شما براتند. والله يعلم المفسد من المصلح، و الله ذات بدکاران چه خیرکاران. ولو شاء الله لأعنتكم، و اگر الله بلوتتین شماری جنجالی تها دور داد. ولی الله مهربانی است که الله به شما آسانی لوٹید و سکی و سوری نلوٹید. همیشه الله شما را اجازت داد که شما وتی مالانی تها چوریانی مالان هور کت کنید نیک نیتی و بید خیانت کنگا. ان الله عزیز حکیم، و بیشک الله گیشین چه هر کسا و شرین و جوانی خیرکاری جوانکاری. الله عزیز حکیم، و الله گیشین چه هر کسا و خوبین جوانکار و شرکاری الله، که هر کاری الله به حکمت حکیمی الله. ان الله عزیز حکیم، الله هر کارا حکمت هسته. صدق الله العظیم.